عرض احترامات هموطنای عزیزم، امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلندی نیز داشته باشید. ما کم ترک امروز وقت زیاد نیست، اما به هر حال برای مردم گفتنی داریم. مردم ساده، مردم عادی بازیچه دشمن خود شدگی هستند. مردم امروز نمیدونند که دشمن اینها را به نهایت سخت بازی درونده ایستاده است، یعنی که قدر بازی درونده ایستاده است که دیگر حاجت نداره. 33 سال می شود دشمن با نام وطن دوستی، تاجیک، ملت گفته داره این مردم در یک بگیم که چقوری بسیار کلان داخل کرد. شاید مردم اگر من بعضی چیزایی که بگم از تاریخ باشه، این چیز او گپی من نیست، گپی تاریخ است، یعنی من باشم میمونم که همین خیلی است. مردم شاید مرا دشمن بدونن. مردم ساده را فریب کردن بسیار آسان است. مثل همونه که گودک میزنن، بسیار خفه میکنن و بعد از او خند میتن و جانی ما گریه نکن اینو زیوز بیرون میبرم لولو پو اینه گنده فلانی گنده. گودک بگیم زود باور میکنه به همون گندهیت و دیگر کس گنده و بگیم همون در اصل همون انسان خودش همون گولک خفه کردگی است و فن میکنه خندش میده. عیناً مردم تاجیکستانی ما امروز دارن همون حالت ده هستن، همون شرایط ده هستن. دشمنان این ملت 24 ساعت برای مردم دشمن میجوان، دشمن میتروشن. یعنی که ترک دشمن ما را ترک ها کشتن، گفتگی بگیم فند فریب ها قطعی مردم ها توجه شهش یا که نمیدانم دشمن دیگر کسا نشان میدن. نه که دشمن اصلی این ملت خودی همون انسان ها است، خودی همون انسان ها دشمن اصلی این ملت است. عین حال میبروین ما باید فراموش نکنیم چنگیز خان ما را ایتا کرد، گودک ها را کشت، کلان ها را کشت، زنک ها را کشت. نه که آن کاری که خودی همینا امروز بالای سر این ملت میکنن، باور کنید چنگیز خانی کار کردگی نبود. چنگیز خان یگان بار 2 میلیون مردم کوچرو بی عروس پای تازکنی عروس نکرده بود. چنگیز خان بار هم این مردم زنهاشا با اون درجه با مجبوریت نیاورده بود که تا که زنهای این ملت رفته قطعی نمیدونم ارمیان یا آذربایجان یا دیگر ملت ها در درون واگن ها خواب کنند، در سرحدا عذاب بکشند. چنگیز خان این کار در سر این ملت نکرده بود. شاید جنگ های سیاسی داشتن، یعنی ایرا هیچ که این کار نمیکنه، اما جنگی که با ملت کردن چنگیز خانی جنگ نکرده بود. باور کنین دوستای عزیز، در 33 سال این قدری که این ملت به آبرو کرد چنگیز خان در تمام حکمرانیش ملت خیلی به آبرو نکرد. این
سیگان گفتن نمیتونیم. این جهودای این دا آسیایی ها که اومدن با نام تاجیک، خداشون در درون این ملت جا کردن و این ملت به این روز آوردن رسوندن. 24 ساعت حرکت کردن که در بین مردم ترک و فارس تفریقه اندازن. در راه هوار یگان چیز نیست. من چرا وقتی که میگم که ما این جهودای این داسیایی ها را باید گنتیکش بگیریم که اینا کیا هستن، تا کجا اینا با فارس و تا کجا اینا با تاجیک علاقه دارن و ربط دارن، باید ما ای را بدانیم. یکی با نام ملا در آمد، یکی با نام معلم، یکی با نام نمیدانم تاریخدان و تاریخ شناس و وطن دوست و همون اکتیارت که این دا همون جهودای این دا آسیا هست، نام اکتیارت نواره که من موندم دوتا در فیسبوکم جای دا میشینه اوقات خورده ایستاده است، بسیار منتداری، بسیار اوقات های زیبا، خدمت های بسیار به نهایت خوب و همین تایجاش میخیزه ای طرف دا دهانی درده اغوا می اندازه و گروه جوانایی که اصلا بگیم فهمیش ندارن، بیچاره نمیفهمن، او خیال میکنن که اینا فقط از نام تاجیک و از نام فارس گپ میزنن، اینا فارس دوستدار و تاجیک دوستدار هستن، میخیزن بگیم اشتباهی خطاگیر راه میتن، در جایی که بگردن بگن ای بچه تو در سخن جواب بده، تیغو نداز. اگر اینا این ملت دوست می داشتن، اما چی اکتیارت، چی ملات، چی اینا تاریخ دانت، چی ژورنالیستت، این همین جهودا اگر این ملت دوست می داشتن هیچ وقت اجازت نمی دادن که این ملت تو این درجه بگیم در روی دنیا، یعنی که شرمسار و شرمنده‌سار و در عروس رفتگی زنای این ملت رفته بیچاره در واگونا و کوچه های عروس تازه کنه و در داخل تاجیکستان مایل میگه مایل خارج است، در داخل تاجیکستان 33 سال 4 تکنیکای کوچه روگ نمیخرن، برفا را شبای دراز مادرای ما و شما بابل لپاتکه تازه میکنن. بعضی باز جهودای این داسیایی ها کافه برآورده که خداشون ها ما غمخور هستیم، دلسوز هستیم، گویا که اینا وطن ساخته ایستادن، گویا که اینا ملت ساخته ایستادن. شما باور کنین در افیره دشمن زدگی هستیم. میگن دوست تبروار است، دشمن شکروار. اگر من سخت گفته باشم هم جای ده من از دوستی گفتگی هستم. باور کنین با این جهودهای این آسیایی ها نه سینا ربط داره نه دیگر ربط داره. روزی دراز این همین تیمه ها را خیزاندن، شما را فند فریب کردن، شما را غلام کردن، یعنی که این کار این همین جهودهای این آسیایی ها هست. اینا باور کنین نه فارس هستن و نه تاجیک. مردک باشن مگ پول گنتیکش هم میتون بیایا گنتیکا بسپورم هم میتون پولش. اگر از همون 70-80 دلار بترسم هم میتون پول گنتیکش بیایا مردک باری ما میتون. کدامی همینو اگر از فارس برویا من کلگی بگیم همین نوار و همین چیزا را بگیم جمع میکنم میپرتم. یک تای همین اگر در فارس داخل داشته باشن، اگر یک دانش اگر خونی فارسی داشته باشه، گنتیکای فارسی داشته باشه،
من کلا دیگر میبرم میگم مردم حضور فارس به دستیان اینو تاجیک به دستیان یک تاش اگر ببروی گنتیکش یگان تاش نمیبروی یگان تاش. من از روزی که در سیاست در اومدم قدم اولین ما موندم اولین سخنی من قلقم گفته اومدگی من میتونستم دروغ بگم شیطانی کنم شما را فند فریب کنم خدمت تاجیک بگیرم بیارم نمیدونم فلانی ماما تاجیک برارم مرده رفتگی های بابا ما تاجیک برارم او مردگی هن کیو را دکزد میکنم و گویش ما در تاجیکی در زبانی بگیم وطنیم یگان مشکلی ندارم نیکی من راست گفتم آمدم دروغ نگفتم یگان تدم و تو امروزم هر چی که من گفته باشم اگر همون سخت گفته باشم همون جهودای این آسیایی ها را اون دخل به ملت نداره این کل ملت همان گفتگی یگان گپی بلند گفتگی باشم در کل ملت نه فقط همون جهودای این آسیایی ها دارم اونا خداشون گنتیکای خودشون هم میدونن که اونا جهود هستن اونا جهودای این آسیایی ها هستن همون زمانی که فارسا وقتی منطقه های ایندیا ها را و اونجا ها را گرفتن اینا همونا قطع ارالش شده آمدگی امروز با نام تاجیک بگیم که دواگر تاجیک هستن روزی دراز کاراشون اغوا انداختن مردم بسواد کنن بگیرین اونمو داملو جانت هست اینمی اکتیارت هست امام علیت هست فرق نداره اگر بگیرین گنتیکش اگر تاجیک برویا فارس برویا من گفته ایستادم کو من در پیش مردم میبرم بخشش میپرسم دیگه حیات دارم من یوتیوب گریون نمیکنم در مسئله همین مسئله حیات دارم گریون نمیکنم یوتیوب نه که شما در افیر غلطیدگی هستید من هم میتونستم که دائما ببرم فلانی گنده اینه گنده اونا دشمن اینه دشمن گفته شما را فند فریب کرده خودم در رام کنم شما او اکا گفته در پیش ما بگیم که ده دسته قطیم سلام کنید نه من حقیقت گفتم برام حقیقت گفتم برام اما او تو نیستن که شما را با نام تاجیک با نام دفاعگری تاجیک این جهودا از خود تاجیک سازن و شما را در احوال بیارن شما تصور کنین یک انسانی که خود شما یعنی فرزندانی عزیز میگه با امام علی خود شما اگر فرزندتون گشنه باشه نون میخرین نه 33 سالی ملت اتپلینی نداره و سمالیوت خریده بخیرچه ملت در اوگر کمور مرده ایستاده است ملت خنک زد رفت گولک ها خنکی در بالینسا و مرده رفته ایستاده بچهش نبیروش با ورتالیات و دوبای و اودیخ میلیون و بلاگیرو رو آورده کیف صفای خودش خدید اما میبروید در تلویزیون تاجیکستان با پیش تاجیکستان ملت عزیز ما شما را دوست شده بالای سینش میمونم شما را فن میکنم شما در افیره ها گرفتار میشید متاسفانه که شما دشمن شناس نیستید بسیار متاسفانه شما دشمن شناس نیستید همون روزی که او نوار پیشینه دام گفتم که اگر که عصر 20 تاجیک همچون دولت دار همچون صاحب دولت یا که بگیم همچون ملت رگیسترات شد در عالم
یعنی که تاجیک گفتنی ملت 20 عصر همچون ملت قبول شد گرچند باشه همچون بگیم یک اتنیک وجود داشت همچون ملت نه اما تاجیک با تمام انامین دوی ما بگیم که این منطقه ها را همه را ترکا حکمرانی میکردن تاریخ بدرویم ببینیم اما بعضی همه تاجیک شعر می نوشت کتاب می نوشت می خوند عالم می شید یگان حکومت دارای ترکا مانعی رشد کردن امروزه با تاجیک رسیدن مانع شدگی نیستند اما امروز اینا گویا که تاجیک دوست می‌دارن این جهودا فقط بگیم که تاجیک تراوید میکنن طرف ترک و در تاجیکستان بدگی نام‌هایی که هزار ساله ها و نام‌ها ایستادگی است چی فارس باشد چی تاجیک باشد چی ترک باشد در اونجا زندگی کرده یگان مشکلی نداشت امروز برای که شما در خدش شیرین‌تر نشان بده میبروید نامو را علیش میکنه شما را میگه دیده نامو ناموی تاجیکی مانده استیم شما ده اگرنی تاجیک بنابودی بود انسانی که تاجیک و تاجیکستان یا که این سرزمین به قدرش میرسه نمیخیزه خیتای در زمین بته نمیخیزه قرغز در زمین بته این زمینه من باشم قرغز زمین میگیره از اونجا نه ما نسمرت میزنیم دکنسه اگر زدنی شدیم حالا که اگر حاجت به همونجا برسه ما نسمرت میزنیم این خیلی نه نجیز نه نسمرت دکنسه میفهمه یکی توی جره حاجت نمیره برسه برای اون که ما با مطابق قانون تاریخ میتونیم که اثبات کنیم که برادری عزیزم خب مشکلی داره چی مشکلی داره تاریخاً مشکلی داره حل میکنیم میرم تاریخی حل میکنیم اگر خواهی تاریخاً ما تاریخی حل میکنیم خب این زمین گرفتنی هستی تاریخاً در قرغز داخل داره باشه ها زمینو ای قلق است تاریخاً ایسو بگردون قلق دا تک دا و منطقه را اوجا را قلق میکنیم زمین قلق میکنیم مرحمت بیو ازبکستان مشکل داری با زمین مومو که جاش قطعی فلان جاش از قلقا است بر بگردون قلقا را اینای زمین هم میتیم مرحمت بیا چه مشکلی داری کدامید مشکل داری قزاقستان مشکل داری قرغیزستان مشکل داری مرحمت بیا کجا است ما اونمو جرات دمیتیم اما اون جایی که ما تاریخاً دکازاد میکنیم که داخل دارست با قلقا اونجا را برمیگردونیم میاریم در سستو تاجیکستان کش میکنیم مشکل داشته باشیم و مشکل تاریخی حل میکنیم تمام اگر جنگ کردنی باشه ما که ایجا خستیم دیگه خیلی شیشتن نیست ما نجیز نه ما نسمرت میزنیم دکنسه یا تو سوشیستواباد میکنی یا تاجیکستان سوشیستواباد میکنه بعدی که ما خستیم در میدان که برآمدیم باید یک تمون غالب شیم ما زمراج نمیکنیم جنگ دکنسه میریم فهمیدیم دوستی است ما دوستی میکنیم مشکلی نداره دشمنی باشه دشمنیش هم کردن میگیریم برای مورکو هر دش یک است دوستیش هم دشمنیش هم تا خودت وگیت نگاه که کدامش قطعی رفتار کنیم دوستی یا دشمنی مسئله حل میشه زمین در قرغز داد زمین در خیتوی داد 33 سال میشه و این ملت این مردم در با در خاک با سر زناشون میروند در وگان ارمیانا میروند خواب میکنه زنا را بردن تو احوال آوردن مرداش کودکاش هزار تا سالانه در زیر شتای روس مردن رفتن شما فکر میکنه که اینو ملت دوست میدارن اینا آبروی تاجیک حمایه میکنن آبروی تاجیکستان حمایه میکنن اینو
این کاری که اینا کرده استن از نگاه شما این برای دفاع تاجیک است، گویا که برای شما ترک دشمن است، خلق دشمن است، ازبک دشمن است. هموطنی عزیزم باور که یک بار اگر هم دولت خوراک دولت دست کجا میویا یک بار قفوت بگرد یک اینترساوت که بود رو اینترنت ده که اونقدر قزاقستان گندم در دیگر دولت چند سم میفروشه در تاجیکستان چند سم میفروشه یک بار نمی نرخ رفت نبود که تمام دیگه جوش نگو. انمو قزاق هم ترک است که میتونه که گندم در دیگر جو دسم ده فروشه نه که برای که تاجیکستان گشنه نمونه یسم ده میفروشه تاجیکستان ده. 33 سالی سوشستوات کردن تاجیکستان این نمی گندمی که قرغز داده ایستاده است، قزاق داده ایستاده است. اگر نباشه از دیگر دولت بگیرن بیاین او قبچه آردی که امروز پاویشن 3 نقطی برای شما اینا فروخته ایستادن، قزاق نه. قزاق مکسیمال نه نمون نرخی که وجود داشت با نمون نرخ داده ایستاده است. یگان تین بالا کردگی است، زیاد نه. نه که از قزاق در 1 سم گرفته آورده در شما 10 سم فروخته ایستگی پولی شما را کنده با نام تاجیک دوستداری گرفته ایستاده است. این همین هستند، نمی جهودا هستند. یک بار قفات نگاه که خب یک دوتا جوانی بیچاره که نمیفهمه چی گپ است خیال میکنه اینا ملت دوست هستند. من گپ زدم بر اومدم کمبودی را که اغوا انداخته ایستاده است، این شما را پروست زچومارید کرده ایستاده است، من دشمن شدم برای شما. که نوشته است در تاجیکستان باید تاجیکی گپ زنی، حتما گپ زنی. برادری عزیزم در قزاقستان میبرمد همین قدر جوانای تاجیک است حالی با ما بدگی زمان ده 10 سال پیش حاضر باید چند کشیدگی باشه کلگیش قزاقی را نمیدونه، روسی گپ میزنه. یگان قزاق پریتنزیا نکرده سورا که تو قزاقی گپ زده ریجا، یعنی همش قزاقی گپ زده، روسی گپ زده کار کرده گشته است. یا که در دیگر کشورها زبان هر انسان به هر زبان میتونه امرا گپ میزنه، هیچ که مجبور نیست و مجبور کردن یک انسان به یک چیز این نادرست است، نادرست. پیش از او را مجبور کردن گفتم که ما مکتب اول می داشتیم که او انسان رنگینه دولت های اروپایی یک سرتیفیکات باید می گرفت، بعد با او سرتیفیکات کار میکردین. اما تو سرتیفیکات زبان نداشته باشه مثال درجه خب امروز تاجیکایی که در اروپا قرار دارن کار میکنن، تاکسی کار میکنن، تاکسی هم آدم کشی است اما نمیدونن زبانی بگیم پولندی را. نکی کار کرده ایستادن، یک پولندی نمیشینه در تاکسیش بگه که تو در پولشایی تو حتما باید پولشگی گپ زنی. یعنی انگلیسی روسی میتونه که بازود گپ زنه. میفهمه؟ ما در کنامون باور که گه نداریم برینیم اما ما اینا ما نه اینا این جهودا که دوران با عالم ترکی که اطراف ما قرار داره، یک قوه بزرگی که قرار داره، این دو تا کنیلیچ جهود مردم دشمن کرده ایستاده است بینمی بزرگ. مثل همونه که پشک در پیش شیر میپرتوی کو بشب شیر قطی میگوی، پشک کجا و شیر کجا. این طرف قرغیزستان، این طرف ازبکستان، طرف دیگر ترکمنستان، بالای دیگر بگذاریم قزاقستان، 4 دولت بزرگی که ترکی ایستادگی است و ما بین همیاد ایستاده پوچه ای را میگذیم و پوچه او را پوچه ای را میگذیم. در حالتی که تاریخ باشه گذشته است. حاضر تا دوستی تا که نان تا بیا و زندگی تا ببین پیشروی که اما این جهودو
روزی درست شما را سرتون گرنگ میکنه. روزی درست شما را کو نوکی چلیک دا تو میتا. میفهمین؟ و شما باشه خلق عادی در این چیز داده میشین. خیال میکنین که ها یا وطن دوستان ببین چقدر اینو پشتی ملت هم میگیرن گپ میزنن. نه، اگر اینو وطن دوست میبودن ملت در احوال نمی آمد. وقتی که ملت در احوال آمد و از این طرف بگیم که دوستی کرده استودن زبانی و فقط برای شما را افسون کردن، این میبخشین از قفا تله دوران پروست سر تسیله دوران. اگر قفا تا بگرد نگاه که اونجا تو قرتقشه تله کدگی است. یکی پروست سر تسیله دوران که قفا تا نگاه نکنی. تمام مالکیت تاجیکستان را کشیدن گرفتن. نه تیلا موند، نه تنگه موند. تاجیک در وطن خودش مردیکاری دیگر ملت ها شید. اما اینا از سینا و رودکی شعر غزل میخونن، شما را افسون میکنن. این جهودا شما باشه میگردین دشمن ترک دشمن. 33 سال است ما مستقل هستیم. ما باید علم رشد پیشروی 33 سال میشوه ما زنای این جهودا کار کردستگی ها رفته با دوبای کره و با تمام دنیا دگوار داره که این ملت فروشن برای ملت در اونجا مردی کاری کنه. این ملت فروشن ملت برای غلامی کنه، مردی کاری کنه. این ملت به غلام تبدیل دادن این جهودا. نه که روز دراز میگن که ترکا دشمنی تاجیکا هستند، اینا دشمنی تاریخی هستند. فهمید؟ بازم دارم اینترنت میدروین برای شما لغمه میپرتوین، با دیگر نامه میدروین، دخنه میکنن، چهره خودشون بمانن، پروست شما را تراوید میکنن. فلان اقرات بعد هم کامنت هم میبینی که او اقرات کده است، اونه که ترا دوست داری میکنه. میفهمی؟ تاجیک دوست داری کرده ترک اقرات میکنه. تو باور میکنی در جایی نره ببین برادری ما دوست داری کدیسته مرا. لیکن نمیدونی که اون انسانی که زبانی ترا دوست داری دوره 33 سال ملت کدام احوال داوردگی است. متاسفانه این مردم پروست دشمن نمیشناسن. هر کسی که شیرین گپ زنه میروان اون طرف. منم میتونستم شما را شیرین گپ زنم، منم میتونستم دروغی غداره بگم، بیچاره بگم، نمیدونم تاجیکی ما تاجیکا را خیل کردن، این یای تکدن، فلان یای تکدن، این یاشی تک. منم میتونستم ایرا بگم، منم میتونستم طرف فریب کنم، غلامت کنم. نیکی من سختر گفتم تو بیدار شه، سختر گفتم کمتر چست و دبرسه، کمتر هشیار شه، هموطنم هشیار شه. دشمنونه نیست از او بیرون باشه، دشمن در درونت است. دشمن ترا رهبریت داره، دشمن ترا اپراولیت داره. این اغواهایی که بهوده نیست، اینا زکسنای اغواها هستند. زکسنای اغوا. اون جنگ های سرحدی زکسنای جنگ ها بود. بردن 10 جوانو را قربان کردن، در اونجا کشتن، عاقبت زمین دادن در قرغیزستان. 10 جوان قربانی شد در اونجا، عاقبت دادن چرا؟ خب باری هم امام علی، باری هم یک حکومتی برای هزارها مرده های جوان از روسیه میوین همدردی کردن. برا من گفتن همین تاجیک است که من دوست میدارم این تاجیک. من قلق هستم برای شما اینقدر بگیم که میسوزم، اینقدر گپ میزنم، داد میگم، وای میگم تمام کمبودی را میگم. روما با همو ترکی خدمم سیو کردم، روما با همو اوروس هم سیو کردم، روما با تمام انسان سیو کردم، از وطن به وطن شدم، در به در شدم از دست این جهودو. برای شما، برای وطن، برای نمی سرزمین،
برای ما یک شیم قدر یکدیگر را بدانیم. لیکن این جهودا فقط شما را تراوید کردن. این جهودا شما را فریب کردن. فقط ما نخواستم فریب کنم شما را. ما هم میتونستیم فریب کردن. ما هم روزی دراز میتونستیم که شیرین سخن کنم شما را. فریبتون کنم. فند کنم. این همی چی نیست. این همی حضر نمیدونم یک کینوی ابوالی ابن سینا سیوم کردن. ما میخواستم نمون جای نمون شما را برای خودم جلب کردن میبرم میگفتم ای ابوالی ابن سینا فارس است، تاجیک است، چیکار کردستی، از کجا گرفتی، دزد هستی، تاستی و تاستی. همین 4 تا دروغ میگفتم. همتون افسون میشیدیم با این دروغ. همتون افسون میشیدیم. یا دیگر دروغ را میگفتم. غمخوری میکردم. همتون افسون میشیدیم. اما من سخت گفتم تو که کمتر چستواتون برسه عقلاتون را گریان کنید. ای انسان، دشمن از پرزیدنت سرکردگی تا آخرانش دشمن است. امروز مکسیمال نه خودی داخل بدگی را قلق لقای قطعی تاجیک باز دشمن بسازه، جنگ جدال بسازه، با این کارهای کرده ایستاده است و بگیم که спокойно شما را управлять کرده گشتن بگیره. این طرف در دست لقای اروج میته میگه بزا تاجیکا، از اون طرف تاجیک در میته میگه بزا لقای. خداشون کویو که اینو در وطن جنگ است، این وطن نورام است گفته بگیم که управлять کنه بگرده. شما پروست دودا میشین. وقتی که مردم یعنی که علمی مردم از مردم گرفتن، علمی مردم ها گرفتن، مردم در همه احوال میزنن. امروز در مکتب هم امام علی میخونی، در اونیورسیته هم امام علی میخونی. امروز تودا استودنت هم میبرورن در دستش پلاکت هم میتن در کوچه میگردونن، سیومکا میکنن گویا که ما مستقله، ما را فلانیا مستقل شده نماندن، ما را ایتا کردن، ما امروز مستقلی گرفته، ما ایتا کردیم. نه، امروز ما مستقل نیستیم. ما اول مستقل بدیم. امروز ما اسیر جهودای خودی داخل خودمان هستیم. اینقدر اسیری هستیم که باور کنین این حالی که بر سری خودی ما و شما آورد اغوا انداخت. ما و شما را یک. دویمین چیزی که ما و شما را مادرامون، دخترامون، اپا و خواهرامون حتی که تا این درجه مجبور کرد که رفته در قچاقای ارمیان آذربایجان دیگر ملت ها بروان خو کنن برای یک پاره نون. خیلی همه حادثه تیوی دیگر تیوی شما چی فکر میکنید؟ اینو کیا هستن؟ چرا روزی دراز دخترای تاجیک بگیم که در اوجا میگذارن؟ کی هستن یا؟ از کجا این نوارای داخل خانه بدگی در دست یا میام میزنن؟ فکر نمیکنین؟ این هم یک استیل شرمنده کردن در دنیا خیلی ملت تاجیک است. 24 ساعت فقط صورت های دخترها را مانده بگیم گپای بمانی منتاج میکنن میمونن در اونجا. از کجا میگیرن اینا را؟ کیا هستن اینو؟ کی میسته در پشت اینو؟ این ملت شرمنده کردن در عالم اینترنت. چرا امروز در دیوانه ها اینقدر تلویزیون و اینقدر اینترنت ها را دادن، شانس دادن که ببرو در دیوانگی که تاجیک یک پس نشون بده، این همی ملت یک احمق نشون بده، شرمنده نشون بده. کی کدیره؟ کی اجازه داده ایستاده است؟ حکومت؟ نمی جهودو؟ میدونیم برای چی؟ در دنیا شما را ضعیف نشون داده ایستاده است. در دنیا اینا شما را شرمنده کرده ایستادن. از یک طرف غلام، از طرف دیگر نمیصاف دنگ دیوانه را آوردن، اجازه دادن. یک دیوانه آیفون 16 پرو در دستش داره. روزی دروز در تویا میرقصن. این قدر سیامکوی تویا را کی گرفته برآورده ایستاده است در اینترنت؟ کیا هستن اینا؟ یا برختون در سوال ندادیم؟ ازبکا گرفته برآورده ایستادن، قرغزا، قزاقا، قلغا، لقیا؟ نه، اینا نکرده ایستادن. خودی
با نام تاجیک و تاجیک دوستار و وطنساز و وطندارها امروز دارن اینه کار کرده ایستادن. نباشه پیش ره همین دنگ دیوانه را گرفتن قین است. یک بار فیروزش میکنی میگه دیم بار اگر نمی کار تکدی تمام. یه بار جریمهش میکنی سرش میتی. یه بار دیگه پول اینترنت را توزیع میکنی. ای دستش میگیری زپرت میمونی تلفن گرفتن در دستش. تمام. ممکن نیست در تلفن. چی مشکلی داره؟ یکی هم تا این عالم اینترنتی تاجیکستان هایی میکنی زنکو دخترها در اینو زکاسنوی هستن. زکاسنوی تمام افضلاشون نشان داده عرق زده است پیوار زده است دیسکاتیکا دا کی کدش تو دست این نوارو کی سوال میتونه خطونده خلق رفته کده است دست نه لقای نه ازبک نه قرغز قزاق نه خیلی نام انسانو برای که شما را پسیخیکی ضعیف کرده ایستادن غرور شما را نابود کرده ایستادن غرورهاتون ضعیف میکنن نابود میکنن میفهمین بعد من دشمنم اگر که من سختتر بگم ببرم من دشمن هستم فهمیدین که من همو تاجیکستان با پیش گفته باز کده ای طرف و طرف دشمنی ما ترکو فلانیو دشمنی ما اینایو دشمنی ما فلانیو دشمنی ما اینا جهود و پروگرام قطعی کار میکنن پروگرام دارن اگر این سونوی ملت دوست میداشتن هیچ وقت هزارها روسا اینا را نکشته نمیتونستن برای که این ملت صاحب میداشت اون صاحبش که اینا دوست میداشت هیچ وقت اجازت نمیداد که این ملت رفته 33 سال در اوجا غلام شود هیچ وقت راه نمیداد هیچ وقت سویت این ملت در گوناگون کشورها فروخته میلیون دلار سالانه پول کار کرده نبرهاشون دبی اودیخ سمالیوتای شخصی و ورتالیوتای شخصی و اخرانه ها و کرفر اودیخ این ملت به سویت درخن کشیده است 33 سال ده پرزیدنتی که یا حکومتی که شما دارین با نام تاجیک دوستدار که وقتی تاجیک میگه از دهنش قند اصل میریزه نگاه کنی هیچ وقت این ملت به اتپلینی نمیمون یک بارم از نام اتپلینی پرزیدنت گپ نزده است که چرا شما اتپلینی نیست چرا این منطقه اتپلینی نداره چرا ما اوی گرم دادن نتونستید مردم زمستون ده خنق خورده ایستاده سوید ندارن کمپیرو عذاب کشیدن گودکا مردن یک از جوابگری کشیده نمیشه و یک بارم از دهنی پرزیدنت نمیبره و یک دهن از دهنی نمو دیپوتات دیگر رو تام نمیبره برای چی برای که اینا گروهی جهودایی هستن که این داسیایی ها هستن اینا همون زمانی کروش و بعدن ترکو رفتن هندی را گرفتن اینا همون تا آمدن آهسته پایتپ نامدن اینا اسیمیلی رو بچیدن بین تاجیکا ده اینا بنام تاجیک و بنام فارس میبراین گپ میزنن اینا را گنتیکش بگی ببرور اگر که اینمی قدر گنتیکایی که فارسی داشته باشه در روی ما توف کنی ندارن اینا خودشون میدونن اینا همو گنتیکاشون هم میسپرن از روی همو گنتیک اینا کرده میگیرن اینا هوایی هر کار کرده نمیگیرن همو گنتیک هم میسپری میای اوجا دکزد میکنی که تو همو این آسیایی جوگی هستی لولی هستی همون جهود هستی بعدن تو وزیر میشه بعدن تو رئیس میشه بعدن دیگر کرده میره نباشه تر هوایی نیست که تر بیای کار کنی پای تپ نبره خونان تو دکزد میکنی کی بدگی تو بعد در اوجا کار میکنی نمیدی لوبای دیپوتات و وزیر در اروپا و در دیگر دولت ها کاتیج ویلا و خانه داره فرزندشون در دیگر دولت ها زندگی میکنن
کیف صفا بهترین ماشین اودیغ ملت سوید نداره ملت اتپلینی نداره خونه یک تاین دکو سوید نمیبره یکی میبروید دوست داری از تاجیک گپ میزنن تو ما تاجیکان ابو علی ابن سینا انا فلانی اجداد ما اجدادهای فارسا و قدیما پیش از میلاد بعد از میلاد فلانی ها اشترخانی ها دیگری ها ما تاجیکا روی چشون اسیا میکنن اینمی قدر باور که خون ندارن از اینمی اکتیار فاشیست سرکردگی بگی اگر اینمی قدر خونی اگر فارسی داشته باشه در روی ما توف کنی گنتیکش نمی قدر فارس صحبت کنه از انمی اکتیار فاشیست سرکردگی از نامو دامولاجانی بانام تاریخدان فاشیستا تا نامو ناتسیستا سرکردگی بگیر گنتیکش بیار ما پولشا میتم گنتیکش بگیر گنتیکش رای کنین بگیرین ما پولشا میتم اما 70-80 دلار از معاین کردن گنتیکش ما میتم پولشا اگر بترسن نداشته باشن پول نیستن اینو تاجیک نیستن اینو فارس نیستن میفهمین برای همون توجه شما را از او دور میکنن و دائما همون ترک دشمن و دیگر دشمن و فلانی دشمن و سیم و چهارم دشمن دیگر طرف میکنن همینه پس انا که دشمناتون کی است شناختن یاد بگیرید همینه وقتی یک آدم میگه که مثال میگیره من مثال قطعی دوست هستم دوستی میکنم میگم برادر جانی عزیزی ما تو بهترین انسان تو دوستی مایی تو جیگری مایی تصور که من گوشت بریون کده زده استم در خونه تو نان نیست سوید نیست هیچی نیست گلکات قطعی گشنه هستی و من اینجا گوش بریون زده ایستادم در قیله اودیق ششلیک کیف صفا نیکی ترا غمخوری دارم برادر جانی عزیز من دوستی تیم برادری تیم در حالتی که من دوست و برادری تو باشم من نمیمونم ترا گشنه مانی من قیله نمیخرم خلاص یعنی ایتاری دوستی دروغ است هم خلاص یعنی عیناً همه چیز که دروغ باشه اینه خیلی رهبر و ملت دوست داری هم دروغ است که ملت هیچی نداره که دوشون سمالیات سوار شده کیف صفا کده گشت اما از ملت دوستی و از تاجیکیت گپ میزنن اینا هم پس دروغ هستن فهمیده بیاین ما خصلت های همون جهودا یعنی همون جوگیا را بگم جهودای این آسیایی را این آسیایی این هندو هستن اینو در اصل بیاین ما خصلت هاش بگم طلبیدن اغوا انداختن جنگ انداختن طلبیدن جنگ انداختن ناموس نداشتن بیا سر میکنیم تمامی همین بلوگر دیگه شو خودی حکومت شو دیگه را ببین همین یک کسل میشوه در همه برادر جانوی عزیز التماس یاردم کنین مرا نه کسل نه التماس یاردم کنین عالم اینترنت به گداخانه تبدیل دادن اینو نه که ریش موندگی از تاجیکیت گپ میزنه از اسلام گپ میزنه الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله یا الله محمدن رسول الله الله اکبر برادرهای عزیز با عربی هم گفته میمونه یکی کارتر هم میمونه برای پول گرفتن هستی همه اینو این همین جهودو هستن این همیو طالبندو نمیده همش خونی جوهیدی دارن همین کارا میکردگی ها جهود هستن طالبنده هستن خیلی امام علی را هم ببینید خیلی حکومت هم ببینید دزد هستن دزدی میکنن اغوا انداز هستن یعنی اغوا میدازن به حیا و به شرم هستن شتا هستن شتا یعنی که مرحمت اگر همین چیزو در همین حکومتدار و بلاگرها و دیگرات اگر دیده نشوه همین طالبنده ها بگو که اصلا افتروتاسیون میکنی بگو همین همش طالبنده هستن همش با نام اسلام در آمدن با نام تاجیک در آمدن در بیناتون
باور کنین نمی ایشانی ملاحاتونم ببینین همین خدا و رسول گفته ایستاده است. نمی باور کنین از حالی کمبغل بیچاره و بینوا گپ زده ایستاده است. نیکی دستش در کیسه ته چشمش در کیسه ته که کو مادام بروران میتن یگان سو همین تبه برور پول ابتکو میگیره در کیسهش میزنه. باور کنین جینوزه را بیزنس کردن. جینوزه بیزنس خدایی بیزنس میفهمه نمیره. این کار شوخی نیست. مرده را بیزنس کردن. زنده را بیزنس کردن. کسل را بیزنس کردن. زندان ها را بیزنس تجارت کردن. بین پول کار کردن. وقتی من دیدم ایشانی حاجی میرزا را یک نوارش که در روسیه رفتگی است من همون نوار را دیدم. باور کنین اینمی کلا نمی ایشان پیشانش کو دیلم خنک شد. جوان آمدگی است لباس تنه جوان ها میبینی یعنی همون اونقدر پول کار کردگی نیست. اما عادتاً که مردم ما را همین چیز دا عادت کنوندن اگه ایشان دا دستم بجیقیم یا دعا بگیریم. نه که اگر من ایشان باشم من میبینم همین تا دستش پولا میگرفتم و یگون میدیدم بایتر پول دادگی باشه بولوش دست کیسم پولا مونده در دست همو جوان میدادم که همین من قبول مادرت دروی که بچم فرزندات دروی که همین انسان ببینه از همو افت اندام و لباس و شرایطی همو انسان دست و کف و کفیدگی است دیده میشه و کدام عذاب قطعی و جوان پولا کار کرده است. نه که عادت کردن همین کارا جوان بیچاره میره و خیلی میگه نه که این بیناموس گرفته ایستاده است این بیشرف گرفته ایستاده است. نه نمیگه همین تا میگیره و این همین تا در کیسه دخته این همین تا در کیسه دخته این همین تا در کیسه اون نمیدونی شاید در دیلش اون شما را غلام گفته در کیسه دخته است. همینه من گفتم که این حاجی بیناموس است. بیناموس دین بیزنس کردگی هستن پروسته برای پول کار کردن. میفهمه اگر این ناموس میداشت همون احوال ملت در روسیه دیده ایستاده از همون پول گرفتگی انسان رفته تور میکرد. هر سال ایشانا تور داشتن روسیه ده پول کار کنی سزون نبودن. همون جوانو که همون سزون سترویکه را سر کردن بهار میشید کمتر گرم میشید یا توروشون سر میشید روسیه رفتن. در کجایی که غریب بود اینو تور تشکیل کرده بودن رفته گشته خیلی بگیم ابخود کرده پولو را جمع کرده کیسو را پر کرده میگشتن میومدن. سمالیات توده برادنا بپول دیگر جای خوب بپول 5 وقت اوقات بپول اوی تورات بپول با پلیت پول کار کرده میومدن. یعنی این انسان ها بودن. ای هموطنو بیدار شین. نه هر انسانی که برای شما از دوستداری تاجیکیت سخن میکنه اون دوستداری تاجیک است. شاید بعضی انسان سخت بگویم اما بالاتر از دوستی که شیرینتر گپ میزدگیت است که همون اطرافیات. اگر در دست من میزد یک نواری که اینم خیلی شرمنده میکردگی میبرومد من نوار برو رو ورده کینوی نو خیلی توفکنک کرده خیچه نوار شد در اینترنت میماندم. یک نواری هم تر بیادابی بروی من باشم اگر پپروید کنه برو را یکتاش من باشم تمام نوارو از روی اینترنت نابود میشه. من خلاصش هم حادیثش هم آورده ایش خلاصش هم میدیدم اوش حادیثش میکردم میبروردم در اینترنت. کینوی گفتی هم گپو
Ama se balarzoну bargış nareza mekardım ba dar internet memondum xıça bay kori kadagish. Yak shahar nohiya yak joku qishloqqa atapleni nadoshta bosha yak inson man rais vazir viloyat anamuja azam bolosh sarkadaги top poyonsha man medonistam. Man ruze ki insona vazir tayin meknam у инсон ду та роҳ интихоб мекунад ё мерава хича дор мекаша ман вазир намешам раис намешам ё меоя бигем ки шаву рӯз хоб накарда кор мекунад вақте ки ман мегӯм ки фалон инсона ту фалон ҷода раис таъин мешавӣ ӯ ҳамун шав мерава худаш хича дор мекаша ки ман ин маҳсулията намегирам имрӯз вазифара пул дода харида истоданд барои чӣ барое ки пуламетан мехаранд миллата бизнес мекунанд аз ӯ 10 баробар пули додагиш зиёд мегиранд баъд мегрезанд бачаҳошон қатӣ мераванд дар аврупо дар хориҷаву дар дигар давлатҳо мераванд хона мекунанд дар россия мераванд қазоқистону туркияву мераванд дигар давлатҳо дар хона кунӣ ҳамине имрӯз 33 сол мешавад ки ин миллат зери бизнес қарор гирифтагӣ аст ҳамун бизнесменое ки ин миллата бизнес доранд рӯзи дуроз ин миллата чӣ кор мекунанд гӯё ки уно тоҷикдӯстдор ҳастанд ин домулоҷонат просто так нест ин просто барнома аст ин диловарат просто так нест ин барнома ҳаст барои шумора патриот кунанда вот ҳамин эмомалӣ бидузда бихӯра чӣ коре куна накуна ку зато мо ватан дорем мехапем местем гуфтагӣ шуморо наминамуд патриот кунад ҳамватанам қурбони чашмот боқиш ку тасмим дар ихтаст ман мефаҳмам оли медроянд ҷуҳудо ақорат менависанд зери коммент унода выгодна ҳаст он ҷуҳудода и чиз ва ӯора дида шумо ҳам медроен узбак аст гуфта шумо ҳам медроен содда ки шуморо бигем ки хеле дигар то ҳамин дараҷаро овард шумо ҳам қафош менависед ҳеҷ гап надорад аммо шумо мада комментҳои бад менависену шумо да комменти бад дигар кас наменависа шуморо бад карда истодааст бо ном миллатдӯстиву тоҷикему мо дигарему фалонему рӯдакӣ аз мосту сино аз мосту дигар аз мосту гуфта мегӯем шуморо ғулом карда гашта истодааст тасмим дар хитаст ҳамватанон кадомеро душман медонӣ анамро душман донистам дӯст мегӯянд таварвор аст душмани шакарвор анами шакарворое ки дар гирдотон ҳастанд шуморо раҳбарӣ доранд раисӣ доранд ҳамаш душмани шумо ҳастанд душмани ин миллат ана ҳамиё ҳастанд ҳеҷ вақт намемонад ки мову шумову лақаи қалиғу дигар бигему бадахшиву ва ғайраҳо суғдиву як шемо як миллат шемо яъне ки як фарзанди як сарзамин шем ва ба ҳувиятҳои худомон зиндагӣ кунем боқӣ саломат бошӣ ҳамватанам падруд то ба дурудҳои дигар фикр ки чанд бор бигардон тамошош ки ва хулосата худат барор кист душманат душман тадон